هر یک رستنی خاصیت خود را دارد. در طبیعت کشور با موقع خاص طبیعی، رستنی وابسته به 4 فصل سال انکشاف می‌یابد که به اندیشه عالمان برای حاصل شفابخشی اهمیت مهم دارد. همین روز ما 20 کیلومتر راه گشتیم. در همین جنگل‌ها باد و هوای تازه گشتیم. تازه در این درخت دیگه کن سیب نو نیهول نو شتیسن یور اک میشوانش نیش بود دلونای سرخک بوده. این درخت سیاه درخت این همیو چیندن در کار بردن در کار یگان متخصص خوب قطعی با سنجر را تحلیل کرد در کار همین گیاهی شفابخش نمیو ماشینا همین درخت رو ما هم نه چند نمود سیبی تلخ ترش و شیرین همه نمود همین چیزا هستن الان همه را طبیعت ناحیه نورآباد رنگارنگ و در ساحل دریاهای سرخاب و خنگاب موقع داشته در موضع خوشمنظر زردآبه اساساً ارچه زرافشانی قامت افراخته است که نه کم از 400 سال عمر دارند. یک قسمش باشد موافق حساب متخصصان 700-800 ساله‌اند. کمی پایان‌تر باشد در ساحل چپ دریای وحش میدانچه عبارت از 12 گکتار نظرربایی دارد که کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی ناحیه نورآباد نقشه بنیاد کردن نهالخانه را تهیه نمودند. البته از این حساب مساحت برقرار کردن حدود جنگل زیاد گردیده همچنین یک قسمی آن به فروش گذاشته می شود. در پهلوی پرورشگاه آینده باشد دریاچه خردی زمانک با دریای وحش همراه می شود. در همین مسافه نچندان کلان 3 پل ماشین گذر بنیاد کرده شده است که ساکنان روستاهای نزدیک ساحلی از آن استفاده می برند. کس اگر طریق شهرهای دوشنبه سنگور سفر کند مشاهده می‌سازد که مخصوصا در حدود ناحیه نورآباد جنگلزار زیاد در قالب طبیعی نشأ دارد. مخصوصا درختان یابایی همه ساله حاصل زیاد داده آن را حیوانات و پرندگان همچون مواد غذایی استفاده می‌برند. همچنین یک قسم آن همچون رستنی و میوه شفابخش جمع‌آوری می‌گردد. حاصلات جمع آور کرده می شود. دلونه، چکری، رو، پیاز انظور و دیگر نمودهای گیاه شفابخش غازی چای که یکی از برای پس کردن فشار بلندی و به اعتدال در آوردن سطح خلسترین مستعد بلند می به تشکیلات تندرست شرطنامه بسته با آنها پیشنهاد میکنیم و کد اینو در کارخانه هاشون بر راه میمونن. محض جاری گردیدن دریاهای خنگاب و سرخاب و بعدا در موضع زمانک تشکل یافتن دریای وحش برای نشونمای محیط جنگلزار محیط سازگار را به وجود آورده است. در نوبت خود بشههای نزدیک ساحلی برای معتدل نگاه داشتن اقلیم مساعدت نموده برای کم نگردیدن منبع آبی چشمه ها اهمیت زیاد دارند. جنگل ثروتی به بهای ملی می باشد که به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 419 سالهای 2022-2026 سالهای رشد جنگل اعلام شده است. خوجگی جنگل ناحیه نورآباد تصمیم گرفته است که در این بنیاد و برقرار جنگل ها را زیاد نموده به مانند ارچه و دیگر درختها و نهال های میوه‌دار آلوچه کوهی، بادام تلخ دانه، چهارمغز، پیسته، دلانه همین نمود درختها و میوه‌ها را زیاد گردانیم. به نقشه گرفته است سالهای آینده نهالخانه ها را تشکیل کنیم و از حساب محصولات خودمان از سال نهال های خودمان زیاد گرداندن جنگل و بوته‌زارها را نشان‌نما را زیاد گردانیم. محیط جنگلی ناحیه در صورت حفظ و تحکیم می تواند گوناگونی عالمی بیولوژی خود را نگاه دارد. از این رو مناسبت به اکوسیستم از هر یک شهروند مناسبت احتیاطکارانه را طلب می نماید. از جانب دیگر درباره این مسئله مهم سندهای معیاری حقوقی مخصوص تهیه و قبول کرده شدند. برای غیرقانونی شکار ماهی نسبت 6 نفر شهروندان ناحیه پروتکل‌های مأموری ترتیب داشته آنها جریمه بندی کردند مبلغ آنها با بودجه داخل وارد کرده شدند. نسبت 41 نفر شهروندان با مبلغ 5568 تومانی برنده حقوق مأموری اشکار کرده شده است.
ضمن از جانب شهروندان بریدن درختان از جنگلزار در محیط باغات به اجازت مقامات مسئول و غیر قانونی به شکار ماهی مشغول شدن رفتار خلاف قانون به حقوق‌زاری گردیده طبق کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان و جوابگری کشیده می شوند. در حالت‌های دیده و دانسته مشغول شدن به شکار حیوانات نادر همچون جنایت به قید گرفته می شود که در چنین حالت به این گونه افراد طبق کودکس جنایی پرونده آغاز می گردد با مقصد پیشگیری از حالت‌های مذکور و حفظ بویگری‌های طبیعی در کشور. برنامه دولتی بلندبرداشتن معرفت اکولوژی اهالی عملی می‌نماید که پیش از همه کارهای فهمانده‌دهی و جلب اهالی به تازگی محیط نگرانیده شده است. در خوجگی ما زیاده از صدها گیاهای خوردنی باب و شفابخش خودروی وجود دارند. درختان نادر به مانند بوغای سیبری، ارچه زرافشانی در خطرکوه‌های ما بسیار به نظر می‌رسد. این خاصیت‌های خوبی همین ارچه همین است که زیاده از 800 سال تا 1200 سال عمر می‌بیند. از نو بنیادشوی خود را تأمین کرده می‌تواند. نقشه داریم که اولا نهالخانه‌ها را تشکیل کنیم، از نهال خودی خوج، زلال، زیرک تأمین کنیم. در برابر حفظ و نگهداری جنگلزار یکی از عامل نگهداری درختان میوه‌های یابایی همساله با طریق پیوند کردن زیاد کردن مساحت آن میباشد که در ساحه یکی از مسائل مهم به شمار میرود. از این حساب هم میدان درختان میوه دهنده یابایی زیاد کرده می شود و از جانب دیگر نو و نمود گوناگون حفظ و انکشاف می‌یابند. کارمندان و متخصصان ساحه جنگل اهمیت و افضلیت این مسئله مهم را از روی تجربه درک نموده و در آینده نقشه دارند که مامانگاه خردی درختان نادر را تشکیل نمایند. این همین حالا این همین سه بین میجوده اولیچه چانس این همین سوارا عین حال همه را ما اگر با شرط انتخاب کنیم که حال خوب کردیم شای فصل برده میان دمی جوش همه را ما پیوند نکنیم سوای خوب کاتا شیرین هر خلامویش که مثال در یک درخت در یک ریشش تو 6 تا 7 تا امورات نمیکنیم امیورمو در همون جای خودشون پیوندی دیگر نمودی سوای خوب پیوند میکنیم. در محیط جنگل صرف نظر از حیوانی درنده و یا جانوری بی‌ضرر بودن همه عالم وحوش و پرنده و رستنی ها به غمخواری نیاز دارند. از این رو طبق نقل سابقه داران ساحه سعید بیگ نباتوف و جمعه زیایف بارها گرگ و شغال و خرس ها را از چنگال دام گذاشته شده به نام دوستداران طبیعت رها کردند. اونا دفعه رفتیم خرس کسی حلقه موندگی بود خواهی گفته به همین خرس نام برا زلال نبینه همین برای همین طبیعت ما خواهم خرس همایی نگرفتیم نجاتش کردیم برا با خرس همین همو خواهی زلال نرسوندیم کمتر زلالش دمو رسید که خواهی شما را کمتر یارا دور کرد یک 10-12 روز در چی در بیمارخونه در خوب کردیم و خواهی نبا شکر سوز شده یو خواهی خرس همین نجات شد برا برای همو با خیلی برای ما یک پیشروی کار شد و خواهی که خرس بر هم نخورد. در حقیقت اگر کس کسب خود را دوست دارد در برابر با احترام دیگران سزاوار گردیدن باز وجدان پاک داشتن خود را ثابت می نمایند. زیرا سرشت رسالت انسانی از قول و عمل نکو زینت می گیرد. داشتن مسئولیت کسبی و حس محبت حقیقی به طبیعت این جنگلبان های ماهر را وادار نمود که صرف نظر از خف و خطر با دستان خالی خرسی به خشم آمده را که خود را به 4 طرف میزد و بسا دهشتناک صدا میبرآورد از دام رها کنند و به چنین حالت بارها روبرو گردیدند. یک چند ادوای ما در سوال کردند که شما چرا جان خود را شما در خطر دوختی؟ آخه این خودت اکم دوزمت 40 سال سابقه کاری داری. این ما یک 15-20 سال ما خودم دارم سابقه کاری که همین طبیعت مثال دوست می‌دارم همین طبیعت کار می‌کنم که همو خرسای گرگا یگان پرنده های درنده چی همه او محافظت همو را میکنیم برای همین قدر ما گفتیم خواهی همین را آزادش کنیم برای که یگان آسیب همین چیز نبینه برای. در چنین صورت گفتن ممکن است که آنهایی که برای شکار حیوانات برای پنهانی هر گونه دامها را در جنگل میگذارند نه فقط برای حیوانات بلکه به آدمان هم خطر دارد. بسیار از حیوان‌ها نادر پرندگان نادر هستند که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان وارد گردند و برای حفظ آنها ما تمام کوشش خود را به خرج می‌دهیم.
табиати зебо худ ба худ арзи вуҷуд накарда аст, балки дар натиҷаи мубодилаи тектоникии дуру дароз ва тадриҷан устувор гардидани олами биологӣ қолаби ҳозираро ба худ гирифтааст. беҳуда нагуфтанд ки ҷангал худ неъмат аст ва дур ҳам намеравем. ҳамагӣ 100 метр дуртар аз шоҳроҳ ҳудуди мавзеи хуҷагии ҷангали ноҳияи Нуробод ва ҳавзи нодон ҷойгир аст, ки аз 17 гектар иборат аст ва зимни мушоҳида дар ин ҷо беш аз 6 намуди себ ва бутаҳои гуногун ва хучу настаран ва дигар растаниҳоро дидем ва фақат аз ҳамин намуди себ дар ин ҷо 6 намуд аст, ки ва ҳар кадоми он маззаи гуногун дорад. Чаро чунин қолаби табиӣ дар ин ҷо нигоҳ дошта шудааст? ва албатта аз рӯи ақидаи олимони мутахассисони соҳа он аст, ки чунин дарахтон ба гармиҳо, хунукиҳо, хушксолӣ тобовар буда ва метавонанд аз ҳисоби захираҳои буда аз тариқи решаҳо худро афзоиш диҳанд ва аз ҳамин сабаб олами наботот дар қолаби табиӣ ҳазорсолаҳо идома меёбад. инсоният ҳамчун як узви табиат дар марҳилаи инкишофи ҳаётии он падид омадаву дар муносибат ба он бояд ҳамеша ҷанбаҳои рушди экосистемаро дар мадди аввал гузорад.